سلام دوستان عزیز، امیدوارم همگی صحت و سلامت هستید. من محمد از دنیای دانش. Hello dear friends, hope you are doing well. I am Muhammad from دنیای دانش. در این درس تصمیم گرفتیم که چطور ترجمه کردن جمله ها را از زبان تاجیکی به زبان انگلیسی مشق کنیم، البته در past simple زمان گذشته، و چطور سوال و جواب کردن را مشق کنیم. چطوری که در دو درس آینده گپ زده بودیم درباره past simple یعنی زمان گذشته، اگر جمله خبری باشد شخص را استفاده میبریم و بعدا اگر فعل درست باشد پسوند ed همراه میکردیم، اگر نادرست میبود فرمای دوم شکل دومی فعل ها را استفاده میبردیم. در شکل این کاری باشد خب از فعل یاردهنده did استفاده میبردیم چون جمله این کاری است. didn't حیثیت این کاری not همراه میکردیم. did not شکل کوتاه didn't و بعدا فعل استفاده میبردیم و فعل هم وقت در شکل اساسی در فرمای اول می ایستاد، پسوند ed همراه نمیکردیم، زمان گذشته استفاده نمیبردیم. خب چون که الکی معلوم که فعلی زمانی گذشته است. در جمله های سوالی باشد اول فعل یاردهنده did و بعدا شخص و بعدا فعل رقم 1 یعنی فعل زمانی حاضر، پسوند ed همراه نمیکنیم، زمان گذشته استفاده نمیبریم. فعل در زمان حاضر در شکل اساسی خود میماند چون که فعل یاردهنده did داریم. یعنی یگانه تغییرات، یگانه جایی که ما را کم تشویش میدهد این جمله های خبری است. یعنی به نظر میگیریم که جمله فعلمون در جمله فعل درست است یا نادرست، بعدا پسوندی ed همراه میکنیم یا اینکه شکلش را عوض میدهیم. بیایید شروع میکنیم. برای ترجمه کردن جمله ها از زبان تاجیکی به زبان انگلیسی دو قدم ضروری را اجرا کردن لازم. قدم اول شکل جمله را معین کردن. خیلی که گفتیم 3 شکل جمله داریم: جمله های خبری، انکاری و سوالی. قدم اول معین کردن نمود جمله و قدم دوم معین کردن جانشین ها، معین کردن شخص ها: I, we, you, they, he, she یا اینکه it. وقتی این دو قدم رو معین میکنیم الکی ترجمه کردن جمله ها از زبان تاجیکی به زبان انگلیسی با یاری این فرمایی که در تخته صنف میبینید به نهایت آسان میگردد. خب مثلا میبینیم آنها در آفیس کار نکردند. آنها در آفیس کار نکردند. قدم اول نمود جمله رو معین میکنیم: نکردند، جمله انکاری. و قدم دوم آنها، خب از شخص ها میبینیم they آنها و فعلمون کار کردند. آنها در آفیس کار نکردند. They didn't work فعل فرمای یکم یعنی ed یا اینکه زمان گذشته نمیگیرد. They didn't work in an office. They didn't work in an office. خب آیا شما پیتزا خوردید؟ آیا شما پیتزا خوردید؟ نمود جمله سوالی، شخص شما you. Did you eat pizza? Did you eat pizza? Did you eat pizza? آیا شما پیتزا خوردید؟ من درس رو نفهمیدم. نمود جمله انکاری نفهمیدم. شخص من I didn't فهمیدن understand the lesson. I didn't understand the lesson. I didn't understand the lesson. خب آیا شما انتظار شدید اتوبوس رو؟ سوالی شما Did you wait for the bus? Did you wait for the bus? خب من در اینجا کار کردم. من در اینجا کار کردم. خبری من I worked فعل درست. I worked here. I worked here. من در اینجا کار کردم. خب او به من گوش نکرد.
او با من گوش نکرد. اینطوری او he didn't listen to me. He didn't listen to me. He didn't listen to me. خب من و شما پس سیمپل رو آموزاندم، درس دادم. خبری I teach taught زمانی گذشته. I taught you past simple. I taught you past simple. من گل نخریدم. اینطوری I didn't buy flowers. آیا شما خرید رفته بودید؟ Did you go shopping? ما خانه خریدیم در دوشنبه. We bought a house in دوشنبه. آنها خرید رفتند. They went shopping. They went shopping. خب آیا او صورت گرفت؟ Did he take a photo? Did he take a photo? خب من دعوت نکردم آنها رو. I didn't invite them. من شما رو دعوت کردم. I invited you. بیایید اکنون سوال و جواب کردن رو مشق میکنیم. ها یا اینکه نه گفتن، جواب گرداندن. خب برای ها گفتن، جواب خبری دادن، خب استفاده میبریم yes، بعدن شخص ها رو و بعدن did. Yes I did. Yes we did. Yes you did. وابسته به شخصی که در سوال استفاده شده است. و برای نه گفتن، جواب این کار کردن، استفاده میبریم no، شخصی که در سوال است didn't. No I didn't. No we didn't. No you didn't. No they didn't. خب چخیلی که در present simple قید کرده بودیم، در وقت سوال دادن فعل دهنده هر چی که باشد در جواب همان رو استفاده میبریم. در present simple do you speak English? Yes I do. No I don't. Okay. Do you work in an office? Yes I do. No I don't. در زمان گذشته که ما past simple داریم did، در جواب ها نیز فعل دهنده رو استفاده میبریم. مثلا did you understand the lesson? Did you understand the lesson? برای ها گفتن درس رو، آیا تو درس رو فهمیدی؟ Yes I did. Yes I did. No I didn't. No I didn't. Did you work here? Did you work here? Yes I did. Did they listen to music? Did they listen to music? No they didn't. Did we meet at a party? Did we meet at a party? No, we didn't. Did he wait for the bus? Did he wait for the bus? Yes, he did. Did she take a photo? Did she take a photo? No, she didn't. Did we work together? Yes, we did. اکنون طرز سوال و جواب کردن رو با سوال های مخصوص یعنی double H questions میبینیم. برای چی double H questions سوال های WH؟ برای آنکه قسمی زیادی آنها با حرف های W و H شروع می شود. یک بار کلمه ها رو ترجمه میکنیم و بعدا با یاری اینها سوال ها می سازیم. What چی؟ خب شما می توانید از کلمه دیگر استفاده برده خب کلمه سوالی نو سازید. مثلا what color چی رنگ؟ what season چی فصل؟ what number چی رقم؟ when کی؟ where در کجا؟ where why برای چی؟ why
who who کی who how long how long how long چند مدت how long how much how much how much چقدر و با سوالهای WH زیاد هستند. خب بیاید اکنون جمله های سوالی میسازیم. برای جمله های سوالی ساختن اول یکی از کلمه های سوالی را انتخاب میکنیم، بعدا فعل دهنده did، بعدا شخص ها، بعد فعل و پرکننده. خب شروع میکنیم. Where did you have lunch? Where did you have lunch? Where did you have lunch? در کجا خوراک نصف روزه خوردید؟ جواب I had lunch. I had lunch at home. I had lunch at home. در خانه خوراک نصف روزه خوردم. Why did he study English? Why did he study English? Why did he study English? برای چی او انگلیسی آموخت؟ He studied English because it's an international language. او زبان انگلیسی آموخت برای آنکه این زبانی بین المللی است. Who did she visit? Who did she visit? او کی رو خبر گرفت؟ She visited her grandma. She visited her grandma. When did you start work? When did you start work? When did you start work? کی شما کار رو سر کردید؟ I started work in 2019. I started work in 2019. من سال 2019 کار رو سر کردم. How long did they study English? How long did they study English? چند مدت آنها انگلیسی آموختند؟ They studied English 3 years. They studied English 3 years. آنها 3 سال انگلیسی آموختند. خب Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? دیروز کجا رفته بودید؟ I went shopping yesterday. I went shopping yesterday. What food did you like? What food did you like in your childhood? چه خوراک را دوست می داشتی در کودکی؟ I liked pizza. I liked pizza. How much money did you spend? How much money did you spend? چقدر پول صرف کردید شما؟ Spend فعل نادرست، زمان گذشتهش spent. I spent 500 سومونی. I spent 500 سومونی. من 500 سومونی صرف کردم. خوب دوستان عزیز، درس امروزه به آخر رسید. اگر در فهمیدن ترجمه کردن جمله ها past simple زمان گذشته با فعل های درست یا با فعل های نادرست مشکلی داشته باشید، می توانید 2 درس پیشتره ما رو تماشا کنید و یا در کامنتاری پیشنهاد و یا مصلحت و یا سوال داشته باشید نویسید، حتما جواب میدیم. تا درس های آینده شاد و پیروز باشید. Goodbye.